رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تماشابینان گرامی قدر، قبل از همه شکر پروردگار یکتا و به همتا میکنیم که هر یکی ما و شما را به دین خودش هدایت کرد. هدایت کامل، تقوا و بینیازی و نیتهای نیک و کل عملهای صالح را از درگاه الله سبحانه و تعالی برای خودم و برای هر یکی شمایان تمنا دارم و ما و شما که در این لحظه های سرور و خوشنودی در ایام ماه شریف رمضان قرار داریم، از پروردگار یکتا و به همتا مسئله داریم که روزه و عبادت های ما و شما را قبول و هم مقبول درگاه پاک و پربرکات و بینیازش بگرداند. عزیزان دل، خاطر رسان می نمایم که در برنامه گذشته ما درباره توحید یعنی یکتاپرستی، علم یکتاپرستی و نمودهای آن همچون یکی از مهمترین مسئله دین مبین اسلام با شما صحبت داشته بودیم و اینک امروز فرصت فرا می رسد که ما و شما چخیلی که وعده کرده بودیم دایر به مسئله دیگری مهم دین الله یعنی اصول دین صحبت خیش را ادامه خواهیم داد و چون همیشه با کاشانه من دامولای عزیز حضرت شیخ بزرگوار دامولا محمود خان را دعوت کردیم که خوش آمدید، نوری دیده و تاج سر میگوییم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دامولا عزیز، چون وعده کرده بودیم به تماشابینان گرامی قدر که امروز دایر به اصول دین همچون یکی از زیربینای دین مبین اسلام صحبت خیش را ادامه می دهیم، در این باره می خواستیم امروز وقت شما، فرصت شما و علم شما را استفاده کنیم و در ابتدا می خواستیم از شما بپرسیم که خودی اصول دین چیست و از چی سرچشمه می گیرد؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. الله جل جلاله برای همه من شما ماه رمضان مبارک گرداند. در این ماه الله تعالی تقوا و دین، اصل دین را یاد گرفتن را، آموختن را الله تعالی برای ما توفیق عطا فرماید. این رمضان خودش یک امر خدا است، یا دین الله تعالی است، اصول دین است. دین این از طرف الله تعالی به طرف پیغمبرهایش آمدگی این چیز، این دین است. این اصل دین همین است که الله تعالی با واسطه پیغمبرهاش با کتابهایش به پیغمبرها فرستاند و پیغمبرها به انسانها این دین را رساندند. اصل دین این از اول به ذات الله تعالی ایمان آوردن است. تمام دین های الهی اصلا به ذات یگانه الله تعالی ایمان آوردن، این اصل دین است. به ذات الله تعالی را ما شناختن با دلیل هایش، با عقل کتی، یعنی این دنیا همه چیز به بودنی الله تعالی خودش گواهی میدهد. چخیلی که علما میگویند یعنی اصل دین یا اصول دین اصلا از سه سرچشمه عبارت است که این هم باشد شناخت الله با اسما و صفاتش، با حجت و دلیل هایش و همچنین شناخت رسول الله صلی الله علیه و سلم، فعل آن حضرت صلی الله علیه و سلم و اقوال آن حضرت و نقل های آن حضرت صلی الله علیه و سلم و همچنین شناخت دین مبین اسلام با حجت و دلیل هایش. بعد آغاز میکنیم از قسمت اول، شناخت الله. چگونه باید بنده مؤمن پروردگارش را بشناسد؟ الحمدلله انسان از زمان اول است که انسان ها یک ذات بزرگ را جستجو دارند، به الله تعالی محتاج هستند که یک ذات هست که تمام دنیا را به ترتیب می‌اندازد، به نظام می‌درآورد، انسان های حاجتاش را میبرد، انسان را پیدا می‌کند. این در طبیعت انسان خودش این چیز واقعا وجود دارد که یک ذات هست. وقتی که پیغمبرها آمده همین ذات یگانه را تعریف کردن، ذات الله را و الله تعالی را شناساندن. از تعلیمات پیغمبرها وقتی که انسان ها دور میشوند مجبور هستند که انسان ها یک مخلوق را، یک شکل را، یا یک چیز را، یا یک قوت را خدا گیرند، همون را پرستش کنند. برای همین هم الله تعالی ذات خودش را برای شناساندن
پیغمبرها را فرستاند. پیغمبرها آمده انسانها را به سوی یگانه الله تعالی، ذات الله تعالی را شناختند و پیغمبرها تعریف کردند. الله تعالی در قرآن بسیار در جاهای قرآن الله تعالی خودش تعریف میکند که هو الذی، الله تعالی این خیلی ذاتی است که خلق لكم ما فی الارض جمیعا، دنیای همه چیز برای شما آفریده است. الله الذی رفع السماوات، الله تعالی ذاتی است که آسمان را به ستون بنا کرده است. الله تعالی ذاتی است که مخلوق ها را آفریده است. الله تعالی آفتاب و زمین را، ستاره و آفتاب و تمام این مخلوق ها را الله تعالی آفریده است. الله تعالی در بسیار قرآن آیات های کریمه ذات خدای را تعریف میکند که الله تعالی خیلی ذات است. حضرت جبریل علیه السلام وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و با صحابه شتگی بدن، یک شخص میگویند حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه، یک شخص آمدن ما آن کس را نمیشناسیم و آن کس از ما هم نیستند و در آن کس آثار سفر هم نیست. آمدن نشستن پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و به زانشان را با زانه پیغمبر ماندن، گفتن یا محمد اخبرنی عن الایمان، ایمان چیزی است، ایمان چیزی است، این دین چی است؟ گفتن ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. به ذات یگانه ایمان آوردن، باور کردن و به فرشته های الله تعالی و به کتاب های الله تعالی و به پیغمبر های الله تعالی و به تقدیر نیکی و بدی و بعد از مردن زنده گرداندن حق است و راست است، به این ایمان آوردن. و یک کس گفتن راست گفتید فخبرنی عن الاسلام، اسلام چی است؟ اسلام را برای من بگو. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، تو گواهی تی که الله تعالی یگانه است و محمد پیغمبر و فرستاده الله تعالی است و تقیم الصلاة المفروضه، و 5 وقت نماز 5گانه را فرض را ادا کردن و زکات مال را ادا کردن و روزه ماه رمضان را گرفتن و حج به کسی که قادر است ادا کردن. و کس گفتن راست گفتید، درست گفتید، فخبرنی عن الساعه، شما فخبرنی عن الاحسان، از احسان خبر دید. گفتن ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، الله تعالی من دیده ایستاده ام گفته عبادت کنید، اگر من الله ندیدم گفت الله تعالی مرا دیده ایستاده است گفتگی حسیات که عبادت کنید. این احسان است. این درجه اسلام از همه درجه آخرینش که انسان دائم الله تعالی من دیده ایستاده است گفتگی حسیات در انسان باید وجود داشته باشد. چه خیلی که ما آدم ها ما را دیده ایستاده است گفتگی حسیات داریم، ان همین خیلی دائم 24 ساعت در ما الله تعالی مرا دیده ایستاده است، الله مرا شنیده ایستاده است، الله تعالی از هر یک ظاهر و باطنی من الله تعالی با خبر است. این حسیات در انسان دائم باشد. و کس گفتن راست گفتید فخبرنی عن الساعه، از قیامت خبر دید. گفتن و ما المسئول عالم من السائل، پرسیده شده آدم از پرسنده بهتر نمیداند. گفتن از علامت های قیامت خبر دید. گفتن ان تلد العمه ربتها، چوره ها از خوجینش تولد میکند و ان ترى الحفاة العراة العاله یتطاولون فی البنیان، آدم های سرپا و پاچولچه گوسفند پا گوسفند چرانیده میگشتگی چاروا پروران را میبینید که یتطاولون فی البنیان، در خانه سازی فخر میکنند، خانه های بلند میسازند. و باز یک چند علامت های قیامت را گفتند و کمتر نشستند و رفتند. رسول خدا صلی الله علیه و به صحابه گفتند اتدرون من السائل، این پرسیده شده کی است میدانید؟ صحابه کرام رضی الله عنهم با ادبانه گفتند الله و رسوله اعلم، الله و رسولش خوبتر میدانند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند اتاکم جبریل یعلمکم امر دینکم، این برادر ما جبریل آمدن کار دین برای من شما یاد دادن آمد. یعنی حضرت جبریل امین پیش پیغمبر را سوره دهی کلبی یک صحابه سوره شوننده آمده نشسته، ایمان چیزه، اسلام چیزه، اصل دینه به پیغمبر ما به صحابه ها همچون تعلیم کرده، آموزنده برفتن. یعنی این دین از طرف الله تعالی با واسطه جبریل علیه السلام به پیغمبر خدا صلی الله علیه و تعلیم یاد داده شده است. این دین یک افسانه، یک گپ یگان شخص یا که فکر یگان انسان یا که ملاحظه یگان کس نه، بلکه این دین از طرف الله بزرگ با واسطه جبریل امین به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آورده رسانده شده است. و در حدیث صحیح هم آمده است می‌بیاد که رسول خدا صلی الله علیه و در ماه رمضان شب زنده داری میکردند و حضرت جبریل امین به پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و می آمدند در ماه رمضان در شبها و قرآن را با رسول خدا صلی الله علیه و درس میکردند. از اول قرآن تا اخیر قرآن همیشه با جبریل امین
به پیغمبر خدا صلی الله علیه و در ماهش در شب‌های رمضان درس کردن و همون سالی که رسول خدا وفات کردن قرآن از اول تا آخر 2 بار درس کردن همش. یعنی این حدیث ها این دلیل است که به پیغمبر خدا صلی الله علیه و از طرف الله تعالی به واسطه جبریل نماینده آمده به رسول خدا صلی الله علیه و دین را یاد دادن. اصل دین این به ذات الله تعالی ایمان آوردن است. اصل دین ذات خدا را شناختن، با الله تعالی ایمان آوردن است. یعنی کلی پیامبران آمدند تا که بندگان خداوند را با آن ذات پاکی که آنها را آفریده است و به آنها روزی میدهد شناس نمایند. و بسیاری از مردم همیشه سوال میدهند که با وجود الله چگونه ایمان بیاوریم و در این باره نیز یک چند قصه ها هست، یعنی درباره وجود الله، موجودیت الله و بزرگی و قدرت الله از آفرینش، از نگاهداری، از اداره کنی کائنات و زمین و هر چیزی بین آنهاست. یک مثال می آوردید. الله تعالی در بسیار قرآن آیات کریمه میگه استعوذ بالله امن خلق السماوات والارض، آیا این زمین و آسمان را کی آفرید؟ غیر از الله تعالی دیگر یگان کسی هست که این را آفریده است. آیا شما نمیبینیدون؟ فکر نمیکنید؟ امن جعل هم خیلی بسیار آیات هست که شمال را کی میپرساند، آفتاب را کی آفریده است. این دلیل های آشکار روشن دلیل است که اینها همیشه از یگانه ذات الله تعالی آفریده است. الله تعالی هست که این زمین و آسمان و همه مخلوقات ها هست. عقل انسان هم خودش میگه که یک چیز خود به خود پیدا نمیشه، البته یک کس این را باید وجود ببیارد. این عالم وجودش پیدا کننده این عالم یگانه ذات الله سبحانه و تعالی است. شیخ میرزا بیدل خیلی زیبا میفرمایند که پیدایش حق ننگ دلایل نپسندد، آفتاب نه چیزی است که با چراغش بجویی. یعنی پیدایش الله تعالی به یگان حجت دلیل حاجت نیست. آفتاب چیزی نیست که ما با چراغ باید آفتاب را کفتکا کنیم. آفتاب خودش هست است، همین خیلی روشن است که همه جا به نور و روشنی و گرمی میدهد. همه این را دیده است. ذات الله تعالی هم به بودن الله تعالی یگان دلیل و حجت حاجت لازم نیست. این تمام عالم این همش گواهی میدهد که سازنده این یک ذات الله سبحانه و تعالی است. الله تعالی را ما باید یک همچون جوهر، یک کن، یک چیز، یک شکل نباید شناسیم. الله تعالی را با صفاتش میشناسیم. الله تعالی صفاتش که میشناسیم. دو سه صفات الله سبحانه و تعالی شرمنده. بزرگان چقدر خوب فرمودند که به صفاتی که دادند خبر، علم است و حیات و قدرت و سمع و بصر، هم کلام و اراده و تکوین که قدیمی بود علی التعیین، هست این ثبوتی سلبی دو از عیب شرک پاک است. و صفاتی که دادند خبر، الله تعالی در قرآن بسیار خبر میدهد که انه علیم حکیم، علی سمیع بصیر. الله تعالی شنوا است، الله تعالی بینا است. الله تعالی را همین خیلی صفاتاش که میشناسیم. صفت الله تعالی اول علم است که الله تعالی تمام مخلوقات را، تمام چیزها را، تمام کائنات را میداند، نخوانده، ندیده، نشمرده، حساب نکرده، همه چیز را الله تعالی میداند. علم الله تعالی همه چیز را احاطه کرده گرفته است. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. علم شما فقط آنچه که الله تعالی داننده است، دیدید شما فهمیدید و شنیدید، همین چیز را میدانید خلاص. اما علم الله تعالی تمام کائنات را، تمام عالم را همه را احاطه کرده است. همه چیز را الله تعالی علم ازلی خودش که میداند. یکی در تفسیر یکی از بندهای آیت الکرسی وسع کرسیه السماوات والارض، بعضی مفسرین میگن که در اینجا کرسی به معنای علم الله احاطه کرده است تمام سماوات و زمین را. و البته آن صفات و اسمای زیبایی که الله سبحانه و تعالی دارند، آن را باید نباید با یک کیفیتش چقور آموزیم، یعنی کیفیتش با بنده های الله معلوم نیستند. یعنی وقتی ما شنوا و بینا میگیم، ما نباید شنوایی و بینایی مخلوق را در نظر داشته باشیم. یعنی کیفیت آن به خود الله تعلق دارد. چنین است؟ بله. علم الله تعالی همین خیلی میدوند که همه چیز الله تعالی، مثلا عدد یعلم عدد رمل صحرا، یعنی عدد قم صحرا را الله تعالی میدوند، عدد برگ درخت ها را الله تعالی میدوند، عدد قطره باران چند قطره است این را همش را الله تعالی نشمرده، این همش الله تعالی میدوند. علم الله تعالی همین خیلی الله تعالی علمش وسیع است. حیات، دیگر صفت الله تعالی حیات است که الله تعالی همه چیز به حیات دهنده است و حیات گرانده است. این حیات در دست الله تعالی است، در دست دیگر مخلوق ها حیات نیست. یحیی و یمیت،
الله تعالی این خیلی ذات است که انسان را حیات می‌بیارد و وفات می‌کند. حیات در دست الله. این حیات جان الله تعالی می‌تید، غیر از الله تعالی دیگر مخلوق‌ها همه یک آیتان هم روز اول گفته بودیم یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ای انسان یک ضرب مثل مانده شد، فاستمعوا له، شما این به گوش کنید. آن کسانی که غیر از الله تعالی دیگر چیز را دعوا میکنند لن يخلقوا ذبابا، یک مثال پشه را هم آنها پیدا کرده نمیتونند. اگر پشه از آنها یک چیز را گیرد آنها گشتان را گرفته نمیتونند. یعنی یک دلیل آشکار است که الله تعالی همین مخلوق ضعیفترین مخلوق را الله تعالی جان حیات برای همون داده است. این حیات از طرف الله است، حیات را الله تعالی میدهد و حیات دهنده و حیات را برپا کننده این فقط ذات الله تعالی است. دیگر ذات نیست که به یک انسان حیات دهد، این که حیات یک انسان را گیرد. دیگر صفت الله تعالی قدرت است که الله تعالی قادر همه چیز است. ما قدر و قوت ما یک حدود دارد، یک چیز را قوت ما میرسد، یک چیز به قدرت ما نمیرسد، لیکن الله تعالی و هو علی کل شیء قدیر، الله تعالی برای همه چیز قادر است. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، اگر الله تعالی اکثر خواهد شو میگوید میشود همه چیز. این زمین و آسمان الله تعالی در 7 روز شو گفت، زمین و آسمان همه چیز. الله تعالی همه چیز به همه چیز پیدا کردن و الله تعالی قادر است. ما برای یک چیز ساختن اسباب به یک چیز به مخلوق به محتاج هستیم، لیکن الله تعالی همه چیز به همه چیز ساختن با الله تعالی اینقدر قدرت توانایی دارد. و حتی در سوره انبیاء آیه 30 گفته است که همه تمامی موجودات هم در ابتدا هیچ چیز نبود که از یک نقطه ما ترکشی بزرگ به میان آوردیم و کلی زنده ها را از آب آفریدیم. بله. الله تعالی بسیار قرآن اند آیات ها دلیل های بسیار روشن است که الله تعالی خلق کننده خودش خلق کرده نشه، با دلیل ها الله تعالی بیان میکند. دیگر آیت سوره انسان اند میگه هل اتى علی الانسان حین من الدهر لم یک شیئا مذکورا، آیا یک وقتی برای انسان آمد که انسان نبود، یک چیزی مذکور نبود. از نبوده الله تعالی حضرت آدم علیه السلام با دست قدرت خودش آدم علیه السلام را ساخت و نفخ فیه من روحه و جان آدم صفی الله با الله تعالی عطا کرد و از آدم صفی الله مام حوا مادر را آفرید و از آدم و حوا فرزندها را آفرید و الله تعالی از حضرت مریم بتول به پدر عیسی علیه السلام را آفرید. دیگر من شما را از پدر و مادر الله تعالی آفرید. این همه قدرت های الله تعالی است که الله تعالی برای یک پیدا کردن یک اسباب محتاج نیست. الله تعالی همین خیلی ذات قادر است، همه چیز به الله تعالی قادر است. دیگر صفت الله تعالی سمع و بصر، الله تعالی یعنی شنوا است، همه چیز الله تعالی میشنه. حتی رفتن مورچه در شب تاریک در بالای سنگ را رود، انا همونم آوازش را الله تعالی میشنود. تمام روی دنیای انسان ها همه گپ زنن سخن گویند، همه آنها را الله تعالی میشنود. اگر ما 4 کس گپ زند گپ 4 کس را ما نمیفهمیم، یک تا گپ زند میفهمیم، 2 کس 3 کس گپ زند گپ آن را درک نمیکنیم. الله تعالی این خیلی شنوا است که روی دنیای 7 میلیارد انسان همه گپ زند، همه آنها را الله تعالی میشنود، همه آنها به جواب دادن با الله تعالی قادر است. این قدر ذات الله تعالی سمیع شنوا است. بجز جن و پرنده ها و ماهیان و فرشتگان که آنها نیز همیشه میپرسند، همه آنها را الله تعالی میشنود، همه آنها را الله تعالی بصیر میبیند، همه ها را. اجری شخصی که پروردگارش را شناخته است با اسما و صفات های زیبایش چی است؟ حتی پیامبر حدیثی دارند. ولی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه ولله الاسماء الحسنى ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. البته الله تعالی 99 نام دارد، کسی که این نام را میشمرد، میداند، میخواند، یاد میکند، حفظ میکند، درک میکند، این را داخل الجنه و انسان برای جنت می‌دارد. البته صفات های الله تعالی را شناختن یکمین چیز ضروری برای ما ذات الله تعالی را با صفات هایش شناختن. علم حیات و سمع و بصر، هم کلام و اراده و تکوین. الله تعالی هم گپ میزند و کلم الله موسی تکلیما. الله تعالی حضرت موسی علیه السلام به گپ زد. الله تعالی خواست که حضرت موسی علیه السلام به گپ زند. کوه طور با الله تعالی حضرت موسی علیه السلام دعوت کرد. در نزد کوه همینجا حضرت موسی علیه السلام تا الله تعالی به واسطه سخن گفت. الله تعالی سخن الله تعالی با زبان و با لفظ و با لب نه، به ذات خودش موافق الله تعالی کیفیت خودش مناسب گپ میزنه. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در شب معراج الله تعالی
خب این کوتاه درباره بخش اول بود، یعنی شناخت الله و تکرار شود هم میگم، یعنی مهمترین چیزی که برای بنده، هر یک بنده الله دانستن آن واجب است، ضرور است، این هم باشد شناختن و آموختن پروردگار الله است با اسما و صفات هایش. و هر شخصی که این اسما و صفات های الله که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتند 99 یعنی از 100 یک تا کم اون رو از خود میکنند، یعنی از خود کردن به معنای فقط دانستن نام نیست و همچنین دانستن و درک کردن مضمون آن و کوشش کرده به آن عمل کردن. یعنی اگر قهاری، یکی از علما ما میگن اگر مضمون صفت الله همچون القهار بدانیم، هیچگاه سر خود رو از سجده بر نمیداریم. پس وقتی از خود کردن گفتن، خیلی که محدثین میگویند از خود کردن به معنای درک کردن مضمونش و به آن عمل کردن است که اجر آن، ثواب آن، فضیلت آن، این هم داخل شدن به جنت الله است با رحمت و بله. 8 صفت است تکوین، پیدا کننده و قدیمی ذات الله تعالی است. این 8 صفت الله تعالی است و دو چیز الله تعالی نیست، دو چیز خداوند نیست. چی نیست الله تعالی؟ عیب و نقصانش نیست. هست این ثبوتی سلبی دو از عیب و شرک پاک است و الله تعالی عیبش نیست، کمبودیش نیست. من شما دا کمبودی داریم، نقصان داریم، خطاگی داریم، اما الله تعالی سبحان الله، الله پاک است، عیب ندارد و شریک ندارد که الله تعالی وزیر، شریک، یاردمچی ندارد. همه مخلوق الله تعالی هستند. الله تعالی ذات یک و یگانه است. این دو چیز در ذات الله تعالی نیست. الله تعالی را خیلی با صفاتش میشناسیم. الله تعالی یک جوهر، یک چیز نمیدونیم، بلکه با صفات‌های آخر الله تعالی را میشناسیم. الله تعالی نور زمین و آسمان است. بله، حتی در قرآن هم در بسیار جا خودی الله به پیامبر صلی الله علیه و سلم قصه های دیگر پیامبران و قوم هایشان را می آورد و میگه اگر بعضی از قوم ها به الله شریک می آوردند و پس از این آیت ها می آید سبحان الله عما یصفون یا سبحان الله یا سبحانه، یعنی از همه این چیزهایی که بنده های الله و بعضی از گروه های گمراه که میگویند به اراده مردم بنده هایش الله دخالت کرده نمیتواند، این البته همه گمراهی است، همه ضلالت است که از همه این چیزها پروردگار ما پاک و منزه است. و قسمت دوم اصول دین، اصل دین، این هم باشد شناخت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. با حجتش شرح میدهید. الله تعالی قرآن کریم اند میگه استعیذ بالله محمد رسول الله، محمد رسول خدا هستند. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة والانجیل كمثل زرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. الله تعالی پیغمبر محمد رسول خدا گفته، قرآن الله تعالی اعلان کرده است. وقتی که مشرک ها، کافر ها پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله این پیغمبر نیست، این ساحر است، این شاعر است، این کاهن است، این فالبین است، هر خیلی سخن های تهمت کردن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، همچنین انسان در قلبشان آزار حس کردن. الله تعالی دل پیغمبر برداشته ایستاده، دل برداری کرده، گفت که یاسین یا سید المرسلین و القرآن الحکیم. قرآن به قسم، یعنی بسیار کار مهم است که الله تعالی قسم یاد کرده است که و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، البته شما پیغمبر هستید، شما از طریق الله تعالی فرستندگی هستید، علی صراط مستقیم، در راه راست شما فرستنده شده هستید. گفته حتی الله تعالی قسم یاد کرده پیغمبر خدا پیغمبر بودنشون، دل پیغمبر برداشته ایستاده، پیغمبر ما پیغمبر بودنشون الله تعالی با آیه تصدیق میکنه، تاکید کرده است. برای همین هم پیغمبر خدا اینا از طرف الله تعالی فرستنده رسول خدا هستند، حبیب خدا هستند، نزد خدا با محبوب ترین بزرگترین انسان هستند. خیلی صاحبی چارتاب خیلی زیبا میگن مهتر و بهتر و گزینی همه، سرور و خاتم و نگینی همه، او شریعت عیان کند ما را، او طریقت بیان کند ما را، صلوات خدای بر وی باد تا به روز جزا پیاپی باد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شما مؤمن نمیشوید حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. شما مؤمن کامل نمیشوید حتی من از
پدراتان، از فرزنداتان، از جان خداتان تا دوست ندارتان شما خوبتر بهتر دوست ندارتان شما مؤمن کامل نمیشوید. حتی به حضرت عمر نیز در این باره گفته بودند. بله گفتن. حضرت عمر گفتن یا رسول الله من از همه شما را خوب دوست می‌دارم، بهتر خوب دوست می‌دارم، اما از ذات خودم ناصر دوست بهتر دوست نمی‌دارم. رسول الله گفتن که لا، گفتن ای عمر نه، تو ایمان تو کامل نشده است. حضرت عمر گفتن که اکنون من از خودم هم شما را دوست داشتم. رسول الله گفتن الان، اکنون یعنی ایمان تو کامل شد. گفتن یعنی پیغمبر خدا را ما هم خیلی فرستاده خدا دانستن و آن کس را دوست داشتن، این نشانه ایمان داری مسلمانگری است. اگر پیغمبر انسان دوست ندارد ایمان آن انسان نقصانش است، ایمان کامل. باید پیغمبر خدا، حبیب خدا، ما پیغمبر خدا نامشان حبیب هستند. موسی کلیم الله هستند، ابراهیم خلیل الله هستند، عیسی روح الله هستند، اما رسول خدا حبیب الله هستند، یعنی محبوب الله، دوست داشته الله تعالی هستند. حتی در حدیث ها میگه لولا کلام ما خلقت الافلاک. اگر لفظ حدیث موضوعات باشد هم، لیکن معنای حدیث صحیح است که الله تعالی پیغمبر همین قدر دوست می‌دارد. ما باید پیغمبر خدا دوست داشتیم. مولوی جنونی خیلی زیبا میگن حبیبم را کسی که دوست دارد چرا مالک ورا دوزخ درآرد، به جان و دل محبی مصطفی باش و یاران محمد جان فدا باش. یعنی حبیبم را کسی که خود پیغمبر خدا را دوست دارد الله تعالی اون را دوزخ به چرا می‌درآرد؟ البته جنت می‌درآرد، چون که پیغمبر خدا دوست داشتگی الله تعالی دوست داشتن. حتی در بعض روایت‌ها میاد که یک انسان نام فرزندش محمد ماندنش به سبب نامش و دوزخ نمی‌رسد، چون که نام پیغمبرمون نام خیلی محمد دوزخ نمی‌رسد. یعنی این یک تفاعل‌های نیک است که نام فرزندهای محمد ماندن، پیغمبر ما دوست داشتن. هم به زبان ما میگیم که ما رسول الله دوست می‌داریم، هم با دل ما دوست داریم، هم در عمل نشان دهیم که ما پیغمبر رو دوست می‌داریم. نشانه دوست داشتن چی است؟ شاعر میگن ان المحب لمن يحب مطیع. البته دوست داشتگی آدم دوست داشته شدگی کسب اطاعت کننده است. اگر ما پیغمبر راستانچه دوست داریم باید به هر یک عمل‌های پیغمبر، به هر یک فرمان‌ها، نشاندادهای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پیروی کنیم. این نشانه ما امت رسول الله گفتگی مضمونش ما واقعا عملا تصدیق کردگی میشویم. امت معناش چی است؟ معنای امت پیرو شدن است. ما پیروی هستیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم. ما یهودیت، نصرانیت، مجوسیت، بت پرست، ما دیگر کسب پیرو نیستیم، بلکه ما حبیب خدا صلی الله علیه و سلم به ما پیرو هستیم. لا اله الا الله محمد رسول الله گفتیم، یعنی ما محمد رسول خدا. این کلمه لا اله الا الله پر نمیشود تا محمد رسول الله نگیم ایمان ما کامل نمیشود. در جنت به نوشته شده است که لا اله الا الله محمد رسول الله من قالها دخل الجنه. کسی که این کلمه گوید جنت می‌دارد، به زبان گوید، به دل تصدیق کند که الله ذات یگانه است و محمد فرستاده الله تعالی است و در عمل ثابت. حتی در یک روایت بسیار هم عجایب یک روایت است، نشانه محبت است اینجا. یک شخص فاسق بود در زمان حضرت موسی علیه السلام، بسیار گناهکار بود، فاسق بود، بسیار شخص ناچار بود، مردم از اون حذر می‌کردند. وقتی که اون وفات کرد آدم‌ها گفتن برای نماز هم لازم نه، جنازه هم لازم نه، برای شستشویی هم لازم نه، یک چیز پرتیتون برده گور کنیتون. از طرف الله تعالی به حضرت موسی علیه السلام خبر آمد که وحی آمد که این کس را همچین انسان تکفین کنیتون، شستشو کنیتون، جنازه خوانتون، اینت دفن کنیتون. حضرت موسی علیه السلام امر الله گران و شخص فاسق شستشو کرده، کفن کرده، دفن کرده بوده، تجهیز جنازه کرده. بعد از الله تعالی پرسیدن، گفتن ای الله این حکمت چی بود که این شخص فاسق، این شخص گناهکار، این شخص برای چی بر نماز خوانه؟ الله تعالی به حضرت موسی علیه السلام خبر داد که یک در زمانهای گذشته پیش این انسان یک روزهای از روز یک تورات را کتاب شد و همینجا نام محمد رسول الله را خواند که محمد در کتاب‌های پیشین هم آمده است که این حبیب خدا، مصطفی خدا، طلع گرفت کرده محمود خدا، طلع کرده گرفتگی شده، تعریف کرده ذات الله تعالی، این شخص فرستاده الله تعالی. نام حبیب خدا را شنید، دوست داشته الله را شنید، به چشمش مالده گریه کرد که من این پیغمبر را دوست می‌دارم. یعنی ذره در دل محبت به پیغمبر خدا داشت. الله تعالی که به سبب آن که این حبیبم را دوست داشت من این را به دوزخ نمی‌اندازم. مولوی جنونی همین حکایه را روایت کرده می‌برند، در زیرش همین بیتشون را میگن که حبیبم را کسی که دوست دارد چرا مالک ورا دوزخ درآرد، به جان و دل محبی مصطفی باش، به یاران محمد جان فدا باش.
یعنی به جان دلتان پیغمبر شما دوست دارید. ان شاء الله به قدر طاقت اگر عمل کنیم، کسی که رسول خدا را دوست می‌دارد، بسیار صلوات میگوید، سنت‌های پیغمبر اجرا میکند، فردا روز قیامت پیغمبر به نزدیک میشود، شفاعت پیغمبر به لایق میشود، همراه پیغمبر حشر میشود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله حدیثشون، مفهوم حدیثشون است که المرء مع من احب، شخص با همراهی کسی که دوست می‌دارد با همراه آن همان در روز قیامت میشود. المرء مع من احب، یا کی دوست داره شما با همراهی آن. دیگر روایتان یحشر المرء مع من احب، انسان محشور میشود همراه کسی که دوست می‌دارد. اگر که ظاهرا ما با هر خیل مردم علاقه و داد و گرفت میکنیم، لیکن در دل من شما اگر محبت رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد، به قدر امکان سنت های پیغمبر، دین پیغمبر زنده کنیم، ان شاء الله فردا روز قیامت ما همراه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله حشر میشیم. البته ظاهرا رسول خدا صلی الله علیه و آله برای ما دین از طرف الله تعالی آوردن، حیات پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سخن‌های پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و مضمون قرآن در حیات پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله واقعا به عملی شده است. ما اگر خواهیم که ما دین را شناسیم، باید پیغمبر خدا را شناسیم که پیغمبر خدا ظاهرا چقدر بودن، باطنا چقدر بودن، فکر پیغمبر چی بود، غم پیغمبر چی بود، درد دل پیغمبر چی بود. درد دل پیغمبر ظاهرا ما رسول سنتاش بسیار اجرا میکنیم، اما درد دل پیغمبر چی بود؟ درد دل پیغمبر تمام انسان‌های هدایتش با آمدن. این درد غم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله روزانه دعوت میکنن، شبها در نزد الله تعالی گریه میکنن، ناله میکنن، میگفتن ای الله، اللهم اهدی قومی، ای الله قوم من هدایت کن، ای الله، اللهم اهد الانس والجان جميعا، ای الله تعالی تمام انسان ها را، تمام جن ها را ای الله کن هدایت کن. غم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله هدایت. آن شخصانی که به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اینقدر دشمنی ورزیدند، حتی کشتن پیغمبر را قصد کردند، برای آنها هم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله دعای بد نکردند. در طایف وقتی که رفتند، اهل طایف سنگباران کردند، رسول خدا صلی الله علیه و آله خونالود شدند، کفشاشون خونالود شد، گفتند خون پاک را چقدر نجات می‌دهد یک قومی که روی پیغمبر را رنگین کرده است، چقدر این قوم نجات می‌دهد. به زیر درخت ایستادن، همینجا دعا کردند، گفتند اللهم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس یا ارحم الراحمین. یا الله تعالی کمبودی، ضعیفی خودم، بی‌حیلگی خودم، ناتوانی خودم تو به شکایت میکنم. قوم شکایت نکردن، اینها خودشون شکایت کردن، من ضعیف هستم، کم حیله هستم، کم فکر هستم، تو به شکایت میکنم. اگر تو غضب نکنی من پروا نمیکنم، این من پروا نمیکنم، لیکن عافیت تو برای من چی است؟ بهتر است. بعد چیکارن؟ اگر تو فین لم یک بک علی غضب فلا ابالی، اگر تو غضب نکنی، این در راه تو این مردم ندانسته کردگاشم، من هیچ پروا نمیکنم، به بدل نمیگیرم. بعد همجان دعا کردن اللهم اهدی قومی فانهم لا یعلمون، یا الله اینها را هدایت کن، اینها ندانسته همین را کردن. در جنگ احد هم وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله قسقان وی دندانشان در آمد، پیغمبر بیهوش شدن، هوش آمدن، حضرت سعد با دندانشان این قلقان را کشیده گرفتن، پیغمبر به هوش آمدن. یکمی گفتگیشان چی؟ گفتن اللهم اهدی قومی فانهم لا یعلمون، ای الله اینها را هدایت کن، اینها ندانسته کردن. در طایف حضرت جبریل امین آمدن، گفتن الله تعالی ندای شما را شنوید، اگر شما امر کنید، اجازه دهید، الله تعالی این دو کوه را بالای اهل طایف میپرتید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله گفتن، دل پیغمبر اینقدر مهربان و شفیق بودن، گفتن کلا، گفتن نه 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 اصلا نشد. اگر اینها هدایت نیابند، ای الله فرزند اینها، ای الله فرزندهای اینها را ای الله کن هدایت کن. یعنی دل پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اینقدر برای امت مهربان و شفیق بود. الله تعالی در قرآن کریم میگه استعذ بالله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیغمبر خدا همین قدر مهربان، همین قدر حریص هستند برای هدایت انسان. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله یک بار خانه به در آمدن، بسیار خرسند بودن. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها خرسندی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله این در غنیمت گرفتن، گفتن از رسول خدا صلی الله علیه و آله یا رسول الله برای من یک دعا کنید. اگر ما خرسند باشیم، زنهای ما اهل دنیا در میگن برای من یک حلقه، یک چیزی خریدید، از خرسندی من شما استفاده می‌کنن، جواهرات طلب میکنن. یعنی ببینید حضرت عایشه رضی الله عنها از فرزندهای آخرت بودن و ایمان به ذات خدا و روز قیامت داشتن. از رسول خدا گفتن یا رسول الله برای من دعا کنید که الله تعالی گناههای پیشینی من، آینده من، گناههای کلان مرا، گناههای خرد مرا، آن گناهی که دانسته کردم، آن گناهی که ندانسته کردم، آن گناهی که قصدن کردم، سهوا کردم،
همین گناه های مرا الله تعالی عفو کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله به قبله رو گرداندن، گفتن اللهم اغفر لعایشه تا، یا الله تعالی عایشه را گناه پیشین آیندهش را، گناه کلان خوردش را، گناهی که دانسته ندانسته کرد، هم گناهی که قصدن کرد و سهوا کرد، همه گناهش را الله تعالی عفو کند. حضرت عایشه رضی الله عنها خرسان شدند، سرشان را به زانوی پیغمبر صلی الله علیه و آله ماندند. رسول خدا گفتن یا عایشه تو هل فرحتی، گفتن عایشه تو خرسان شدی؟ گفتن بله یا رسول الله، من اینقدر خرسان شدم که شما پیغمبر خدا هستید، دعای شما قبول هستید، من آرزو میکنم که شما در حق من یک دعا میکردید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن یا عایشه تی، گفتن یا عایشه تو، عایشه، گفتن اینها دعوتی لامتی عقب کل صلاتی، گفتن ای عایشه این دعای من برای امت من در عاقب هر یک نمازم، اگر فرض خوانن 5 بار، نفل و سنت خوانن چند بار، در عاقب هر یک نمازم برای امتم من این دعا رو میکنم. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم بلا ما میگن حضرت عایشه اهم زنهای محبوب رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودن. یعنی رسول خدا امتشون را از عایشه رضی الله عنها چی میکردن؟ محبوبتر دوست می‌داشتن که امت هدایتش می‌خواستن، امت نجاتش می‌خواستن. فردا روز قیامت همه انسان نفسی میگه، رسول خدا صلی الله علیه و سلم امتی میگن. الله تعالی میگه ولسوف یعطیک ربک فترضی، به نزدیک الله تعالی شما به یک چیز میتید که شما راضی میشید. رسول خدا سه راضی هستن. هر یک پیغمبرهای الله تعالی گفت شما چیزی که پرسیدن و ها دعاهاشون همین دنیا پرسیدن الله تعالی داد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با الله تعالی که شما پرسیدگی چیزونه کم، رسول گفتن که من این دعام را ذخیره میکنم برای فردا روز قیامت، برای شفاعت امتم. انا الله تعالی میگه که ولسوف یعطیک ربک فترضی، به نزدیک الله تعالی شما به یک چیزی را میدهد که شما راضی میشید. رسول خدا سه راضی میگن تا آخران امتی من مؤمن ها از دوزخ از عذاب خلاص شده تا جنت نروند، من راضی نیستم. من همه امت من نجاتش من راضی هستم. یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اینقدر مهربان از برای امت شب خواب نکردن، دعا کردن، روزها پیش مردم رفتن، چند تا خط نوشتن تمام جهان و تمام خطشان که دعوت کردن، سلطان های پاشا پیش آدم ها برفتن. اگرچه آدم ها پیغمبر هر چقدر آزار و مشکلات رساندن، حقارت ها کردن، دشنام ها کردن، همه خیلی حقارت و دشنام ها را کردن، اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم به صبر کرده برای امت دعای نکردن. یعنی اینقدر رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای امت مهربان هستند. اگر این مهربانی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ببینیم، ما به جان و دل ما پیغمبر از همه بهتر دوست می‌داریم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از پدر و مادر ما من شما مهربان تر هستند. پدر و مادر ما برای من شما مهربان شاید به سبب عقلشون همین دنیای من شما را خوشبختی من شما را میخوان، اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم این دنیا هم اساسا حیات آخرت که حیات ابدی همیشه است، ابدی سعادتمند بدنی من شما را میخوان. برای همین هم رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای امت حریص و شفیق و مهربان بودن. برای همین ما رسول الله را دوست داشتن ما، برای رسول الله صلوات گفتن ما و سنت های پیغمبر زنده کردن ما ان شاء الله ما هر روز قیامت همراه رسول خدا صلی الله علیه و محشور میشه. جزاکم الله خیرا دومالای عزیز. پس بینندگان عزیز ببینید که شناخت رسول الله چقدر اهمیت دارد برای هر یک بنده مسلمان، چون خداوند هم در بسیار جای قرآن مثلا در سوره انفال نیز میگوید استعیذ بالله و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، یعنی الله و پیامبر او را اطاعت کنید، پیروی کنید اگر شما مؤمن هستید، اگر شما از جمله آنهایی هستید که ایمان آورده باشید. پس ایمان ما و شما کامل نمی شود اگر که ما با الله و با پیامبرش اطاعت نکنیم. یعنی اطاعت کردن تنها دوست داشتن با زبان و با ظاهریت نیست، همچنین در قلب شناختن، در قلب محبت پیدا کردن و در عمل اجرا کردن است، بدون ریا، بدون خودنمایی و بدون هر یک این کاستگی که به عبادت ما خللدار شده میتواند. و البته برای آموختن و شناختن رسول الله صلی الله علیه و سلم من و شما باید از سیره آن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آگاه باشیم. از دوره پیش از تولیدشان، دوره تولد، دوره کودکی چگونه در مشقت‌های زیاد یتیم تولد میشن به پدر و مدت چند میگذرد که از مادر هم محروم میشوند، از بابایشان که نگاه بی میکردن محروم میشن، از عمکشان محروم میشن، از بعدن از همسری دوست داشتهشان. و عموما حیات پیامبر صلی الله علیه و پر از مشقت ها بود، پر از مشکلی ها بود و اما نگاه نکرده به همین خداوند بندهش را به همه
مشکلات این دنیا آماده می ساخت و صبر و تحمل زیبای داده بود که هیچگاه شکایت نمی کردن به پروردگارشان و همیشه مغفرت طلب میکردن. اون پیامبری که حضرت عایشه رضی الله عنها همسری دوست داشته پیامبر میگفتن ای رسول خدا، الله گناههای گذشته و آینده شما را بخشیده است، چرا این گونه عبادت سخت میکنید؟ وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز شب میخواند تا همان درجه که حتی پایشان جراحت برداشته بود، آیا در جا میگن که آیا من بنده شاکر نباید باشم؟ پس پیامبر خدا که چنین با اخلاص و با یک زیبایی و محبت، با خشوع و با خضوع با پروردگارشان عبادت میکردند، به من و شما نیز توصیه داده اند که اگر خواهیم قربت یعنی نزدیکی به الله، اگر خواهیم که به لقای الله مشرف باشیم، ما و شما عبادت را طریق درس پیامبر، طریق حیات پیامبر، طریق دستورات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به راه میانیم. و البته قسمت سیوم این شناخت دین الله، شناخت اسلام است با حجت و با دلیل هایش که یکی از بخشای مهم اصول دین است و چون هر گروه موجود هستند که به این موضوع اهمیت نمیدهند و بیایید کوتاه در این باره نیز سخن کنیم. مردم الحمدلله الله سبحانه و تعالی برای خوشبختی تمام بشریت تا روز قیامت، هر خیل جنس و هر خیل ملت و هر خیل زبان و در کدام منطقه دنیا زندگی نکنن هم الله تعالی برای سعادتمندی بشریت الله تعالی دین عطا کرده است. دین چی است؟ دین این حکم الله تعالی طریقی رسول خدا صلی الله علیه و سلم. دین اساساً الله تعالی دینش در کتاب در قرآن الله تعالی نازل کرده است. اگر خواهیم که دین را بیاموزیم، این قرآن حیات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. رسول خدا گفتن صلی الله علیه و سلم اوتیت القرآن و مثله معه، برای من قرآن داده شد و با مانند قرآن با چیز داده شد، یعنی این حیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم حیات، معنای قرآن حیات رسول الله بود. رسول الله یک قرآن زنده بودن. وقتی که حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها پرسیده شد که رسول خدا خلقشان چه بود، گفتن کان خلق القرآن، خلق رسول الله قرآن بود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم قرآن زنده بودن، یعنی حکم‌های قرآن در رسول خدا صلی الله علیه و سلم واقعا عملا زنده میشه. برای همین ما برای دین را آموختن باید قرآن را بیاموزیم. این قرآن این سراسر هم سخن الله تعالی است. در این قرآن احکامات الله تعالی، صفات‌های الله سبحانه و تعالی، قصه‌های پیغمبرهای پیشینه که آنها دین به مردم سوی دین به توجه گرداندند، دعوت کردند و کسانی که به پیغمبرها ضدیت کردند احوال آنها چه خیلی شد، الله تعالی آنها را چقدر به عذاب و به گرفتار کرد و پیغمبرها در راه مردم هدایت چقدر مشکلات و کلفت‌ها کشیدند. این قصه ها را الله تعالی چه خیلی دین در این مردم پیدا شد، این قصه ها را الله تعالی در قرآن بیان می‌کند و در قرآن صفات‌های جنت و صفات‌های دوزخ و صفات‌های کسانی که اهل جنتی هستند، کدام عمل‌ها را انسان کند، نماز خواند، روزه گیرد، عمل‌های نیک کند، جنت برای آن تیار کرده شد. و کسانی که الله به ایمان نمی‌برند، کافر می‌برند، عمل‌های فسق و گناه و فساد و فسق در زمین پهن میکنن، آنها را الله تعالی در دوزخ جا تیار کرده مونده. این آیات ها را الله تعالی وسیع روشن این چیزها را الله تعالی بیان کرده است. برای همین ما برای دین را آموختن باید قرآن را آموزیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند من برای شما دو چیز را ماندم که اگر شما آن چیز را گرفتان بعد از من گمراه نمیشوید، قرآن و این سنتی من است. البته این ماه رمضان ماه قرآن است، در این ماه قرآن نازل شده است. در این ماه ما باید قرآن را بسیار آموزیم، بسیار خوانیم، شنویم، حرکت کنیم، معنی آن را دانستیم. با صحابه رضی الله عنهم میگفتند ما قرآن را می آموختیم، 10 آیات می خواندیم، همون مضمونش را می فهمیدیم، هم به عمل می کردیم، بعد ما دیگر آیات را می خواندیم. یعنی این نشانه کامیابی سعادتمندی آنها بود که آنها قرآن را می آموختن، می فهمیدن، عمل می کردن، بعد می گذاشتن. امروز برای ما اینقدر آسان شده قرآن را بسیار می خوانیم، در عمل کردن به احکامات قرآن سستیگری در ما دیده میشه. برای همین قرآن را آموزیم، قرآن را حرکت کنیم، عمل کنیم، آن را حفظ کنیم. خواندن قرآن هم ثواب است، خواندن قرآن برکت است، خواندن قرآن ثواب است. هر یک حرفش با الله تعالی اجر ثواب میده. اساسا قرآن نه برای مرده ها نه برای برکت، البته برای مرده هم ثواب میشود، برای کسل ها هم شفا میشود، برای برکت هم خوانده میشود. اصلا قرآن الله تعالی میگه لینذر من کان حیا، الله تعالی این قرآن را برای زنده ها را آگاه کردن الله تعالی فرستانده. این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، الله تعالی قرآن میگه البته این قرآن بهترین راه راست به این قرآن هدایت کننده است.
هدن للمتقین، این قرآن هدایت است برای کسانی که از خدا میترسند. ایمان دارن، برای آنها این قرآن هدایت شده میتواند خلاص. اما کسانی که ایمان نمیدارند، باوری به ذات خدا، باوری به کلام الله تعالی ندارن، آنها از این قرآن هدایت نمی‌یابند. شاید قرآن رو خونده باز هم گمراه‌تر شوند. وقتی که ایمان، صفت ایمان وجود دارد، انسان از این قرآن بسیار مضمون، بسیار نور، از بسیار برکت از این قرآن حاصل میکنه. برای همین قرآن الله تعالی قرآن میگه استعذ بالله الذين آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته. آنانی که ما آنها به قرآن را دادیم، آنها حق این قرآن ادا میکنن. یعنی این قرآن حق دارد که ما این قرآن رو کنیم، خوانیم و اینکه زندگانی رو ما درست کنیم. تشکر زیاد دامولای مهربان و از درگاه خداوند برای شما پاداشی خیر تمنا میکنیم و بار دیگر با تماشابینان گرامی قدر خاطر رسان میکنیم که امروز ما در موضوع یکی از زیربناهای اسلام که این هم اصول دین است صحبت کردیم و مخصوصا درباره شناخت الله با دلیل‌هایش و شناخت رسول الله صلی الله علیه و سلم با حجت‌هایش و شناخت دین اسلام با دلیل‌هایش صحبت کرده بودیم و چنین توصیه میکنیم برای کل شما بینندگان گرامی قدر که باید ما و شما پروردگارمان را، اسما و صفات، نام‌ها و صفات‌های زیبای پروردگارمان را بشناسیم، آن را از خود کنیم، به آن عمل کنیم. اگر که مقصد ما به رحمت و مغفرت الله نائل شدن، به بهشت فردوس او نائل شدن، به لقای الله نائل شدن باشد، باید از همین لحظه ها برای افزودن ایمانمان، افزودن علممان کوشش کنیم و خداوند برای این را برای ما توفیق، یعنی کمک کند، موفقیت عطا فرماید. و همچنین در شناخت رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنین از برگزیده ترین بنده های پروردگار باید سعی و کوشش بکنیم، از سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم، از سیره صحابه ها بیاموزیم و همچنین اخلاق خود را، آداب و رفتار خود را کوشش کنیم به مثل آداب پیامبر صلی الله علیه و سلم مطابقت کنیم، مطابقت نماییم، چون پروردگار میگوید که اگر خواهید که مؤمن باشید، مسلمان باشید، به الله و پیامبرش اطاعت کنید. و همچنین دین اسلام که دین مبین است، دین الله است و یگانه دینی که نزد الله نفوذ دارد. بعد از این دین، بغیر از این دین، دیگر دین ها در این دنیا و هم در آخرت پذیرفته نمی شود. ما و شما باید سرچشمه های این دین را بدانیم که این هم باشد قرآن و سنت است، یعنی از قرآن عظیم، از تفسیر آیه های آن باید برخوردار باشیم و از حدیث های صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که افضل ترینشان حدیث صحیح امام بخاری، صحیح امام مسلم و بعداً سنن های ترمذی و ابن ماجه و ابو داوود و دیگران هستند که از آن باید برخوردار باشیم. کوشش کنیم همچنین برای فرزندانمان، اهل پیوندانمان و نزدیکانمان این علمی که پروردگار برای ما و شما میدهد آن را پهن بکنیم و رضای الله را دریافته باشیم. خوش، در اینجا برنامه ما به انتها میرسد و خاطر رسان می نماییم که امروز مهمان ما دامولای عزیز شیخ دامولا محمود خان بودند و در موضوعهای نوبتی ما دایر به جماعت و اتحاد در دین مبین اسلام و تفسیر آیه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا صحبت خویش را ادامه خواهیم داد ان شاء الله تعالی. اینک خدا یار و نگهبان شما و مددگار شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة.